زندگی چه امتحان‌های برایم کرد. دختری را دوست داشتم، یکدیگر را بسیار دوست داشته مهربان بودیم. خوشبختانه روزی رسید که عائله را بنیاد کرده باشیم. با یک خرسندی، با یک خوشحالی با آرزویم رسیدم. عائله بنیاد کردیم. 5 سال گذشت. نمیدونم چی بدی کرده بودم که خداوند برایمان فرزند نصیب نگرداند. از آن سببی که همسرم بسیار دوستم می داشت، روزی به من گفت: عزیزم، من فکر میکنم شما با من خوشبخت شده نمیتوانید. انا 5 سال می شود که ما فرزند نداریم. من طرفدار خوشبختی شما هستم. خوب میشد با یک دیگر زن خوشبخت باشید، زن دیگری را گیرید و صاحب فرزند شوید. من برای شما فرزند شاید تولید کرده نمیتوانم. انا همین سخنهای همسرم بسیار درد آور بود، علم آور بود برایم. روزی از خانه برآمدم و در نزدیکی خانه‌مان خانه یتیمان بود. ناگاه از آن همونجا راهگذر بودم که یک دوست رویه که به من با مهر نگاه میکرد، با محبت نگاه میکرد. روزهای اول نه آنقدر اهمیتش دادم. هر لحظه‌ای که میگذشتم آن همان منظره اول تکرار میشد. روزی به خانه آمدم و آن همان قصه را به همسرم نقل کردم. همسرم گفت: بیایید همراه رویم و از خانه یتیمان باشد هم اقلاً یک کودکی را گیریم، تربیه اش کنیم، به وایش رسانیم. در فکر ماندم. گفتم به همسرم که آن طفلی که برای پدر مادر خودش فرزند نبود، طفل نبود، آیا میتواند برای ما فرزند باشد؟ همسرم گفت دیگر چاره‌ای نیست. همراه رفتیم به خانه یتیمان. انا همان جایی که هر لحظه گذشتنم انا همان کودک می ایستاد و به من نگاه میکرد، لیک خالی بود. داخل در آمدیم و از معلمان انا همانجا پرسان شدم که یک کودک بود همیشه نزد همین پنجره های خانه یتیمان سوی کوچه نگاه میکرد و امروز آن را نتوانستیم دریابیم. معلمه گفت: شما امید جان را میگویید؟ 2 روز می شود که او بیمار است. گفتم میتوانیم او را بینیم. به دیدار بینیش آمدیم. اجازت دادند. لحظه ای که داخل آن همان بینا شدیم، آن امید جانی که هر روز به من با محبت نگاه میکرد، گرچنده که بیمار بود ولی از جایگاه بیماری در حال برخیست و گفت: انا پدرم آمدند، انا مادرم آمدند. من میدانستم که می آید. من میدانستم که روزی برای گرفتنم می آید. میدونید پس از همین حرف امید جان دوست رویک به واسطه از چشمانم اشک جاری شد. با قرار آمدیم که امید جان را همراه ببریم. امید جان را همراه به خانه بردیم. همچون فرزند خودمان دوستش داشتیم. من و همسرم خوشبخت بودیم. دیری نگذشته خداوند به ما یک طفل دیگری را نصیب کردند و آن روز میدانید برای من و همسرم چقدر روزهای خوب، روزهای خاطرمان بود. میگویند میوه صبر شیرین است. باید صبور باشید. باید صبور باشید.
شبانگه تا سحر در ناله باشد که آبی دیده‌اش چون ژاله باشد شبانگه تا سحر در ناله باشد که آبی دیده‌اش چون ژاله باشد ولیکن عاجز و بیچاره باشد ولیکن عاجز و بیچاره باشد زنی که بر ناخونی فرزند زاد زنی که بر ناخونی فرزند زاد نظر سازد همه عاشقانه به آن گهواره ای خالی خانه نظر سازد همه عاشقانه به آن گهواره ای خالی خانه دلش صد پاره گردد به بهانه زنی که بر ناخونی فرزند زاد دلش صد پاره گردد به بهانه زنی که بر ناخونی فرزند زاد زنی که بر ناخونی فرزند زاد بسد آرزو و نیت های زیبا سرودی الله خواند روز و شب ها بسد آرزو و نیت های زیبا سرودی الله خواند روز و شب ها خرد بازیچه های نو به نو را خرد بازیچه های نو به نو را زنی که بر ناخونی فرزند زاد زنی که بر ناخونی فرزند زاد شنیده تنه‌ای بیگانه و خوش دلش در زندگی گردیده اسرش شنیده تنه‌ای بیگانه و خوش دلش در زندگی گردیده اسرش با امید است که روزی نک در پیش زنی که بر ناخونی فرزند زاد زنی که بر ناخونی فرزند زاد خداوندا قبول فرما دعایش بیده فرزندی شیرین از برایش رسان بر نیت و بر آرزوهایش رسان بر نیت و بر آرزوهایش زنی که بر ناخونی فرزند زاد زنی که بر ناخونی فرزند زاد خدا همه مادران عزیز ما همشون نبیردار شوند فرزنددار شوند یک خواهر عزیز ما از شهر پنجکند از ما خواهش کردند یک سرود باشد برای این گونه زن تشکر زیاد خواهران عزیزی خودی ما
امروز دستگیری میکنم برای همه شما که امروز دستگیری کردید خوش آمدید بگیم و با خواهشی خواهر عزیز آن سرودات برای شما پیشنهاد کردیم الها همه ما فرزنددار شویم الها همه امین آنانی که امروز فرزند انتظار هستند خداوند فرزند عطا کرده باشد. مرحمت. حالا سرودهای شیخ با سرودهای شیخ دوام میدیم برای همه شما. مرحمت.